حرف جی کجا صدای ج میده، کجا صدای گ میده و کجا تلفظ نمیشه. اگه بعد حرف جی یکی از حروف آی، ای، وای بیاد، حرف جی ج تلفظ میشه که بهش میگیم صاف جی. برای مثال large، جم، giant. اگه بعد از حرف جی هیچ یک از حروف آی، ای، وای نیاد و یا حرف جی آخر کلمه بیاد، گ تلفظ میشه که بهش میگیم hard جی. برای مثال go، jungle، leg. اگه بعد حرف جی ان بیاد، حرف جی تلفظ نمیشه. برای مثال sign، design. اگه در وسط یا آخر کلمه بعد از حرف جی اچ داشته باشیم، حروف جی اچ تلفظ نمیشه. نکته مهم، اگه در اول کلمه بعد از جی حرف اچ داشته باشیم، جی اچ صدای گ میده. برای مثال ghost، لکدت نره.